پسر بچه از محله فقیرنشین بروکلین، باباش راننده کامیون، مامانش مریض، خونشون یه آپارتمان اجاره‌ای که آب گرمش از صدقه سری دعا می اومد. کفش نداشت ولی یه رویا داشت، یه روزی مردم بیان تو کافه‌ای که اون ساخته و ازش قهوه بخرن. هاوارد شولتز هر روز ساعت 4:30 از خواب پا میشه. قبل از اینکه دنیا چشم باز کنه، اون با سگش قدم میزنه، با ذهنش خلوت میکنه. صبحونش 2 لیوان قهوه، نه برای بیدار بودن، برای یادآوری اینکه چی ساخت. بعدش میشینه برای کارمنداش پیام انگیزشی مینویسه، نه برای اینکه مدیر باشه، برای اینکه رهبری یعنی الهام، نه فقط دستور. هیچ کس فکر نمی کرد این پسر کفش ندار روزی استارباکس رو جهانی کنه، ولی اون فهمیده بود صبح زود جاییه که آدمای معمولی قهرمان میشن.